تبدیل راهرو به اتاق گیمینگ پارت 4. قسمت قبلی مربوط به سقف اتاق بود که تبدیلش کردیم به یه سقف ابری تیکول بگول و این قسمت باید بریم سراغ تمیزکاری و فرش کردن اتاق. شروع کردم به جمع کردن وسایلی که روی زمین ریخته بود و همه رو توی پاکت ریختم و بردم بیرون و جارو رو دست گرفتم و کل راه رو جارو دادم، ولی باید حواسم می بود که گرد و خاک بلند نشه، چون اگه گرد و خاک بلند شد میشست رو ابرا باید با بدبختی تمیزش میکردم. برای این قسمتی که نور میومد تو یه نقشه داشتم، یه تیکه فوم برداشتم و به اندازش بریدم که قشنگ توی این قسمت فیکس بشه و با یه پارچه روشو پوشوندم و گذاشتم روی اون قسمت. چون که بودجم به ته رسیده بود و دیگه پولی نداشتم، یه فرش قدیمی پیدا کردم و بردمش تو کوچه تا قشنگ تمیزش کنم. جارو رو دست گرفتم و به جون این فرش افتادم تا کامل تمیزش کنم. از تمیزکاری فرش رو جمع کردم و بردم تو راه رو و اونجا پهن کردم و دیدم که فیکس اتاقه و بهترین گزینه برای اتاق همین فرشه. انقدر خسته بودم همونجا خوابیدم و اینم شد از نتیجه قسمت 4.